گربه ها در حمام نگران چیزی هستند. بله، که نکند گربه ای آنها را دید بزند. ساعتها در کمین نشستن جواب میداد. این گربه بلا دید خود را میزند. وقت آن رسیده است که مادر به بچه ها شنا یاد بدهد. مردم استقبال می کنند. مادر بدون اینکه چیزی بگوید می پرد. بچه ها در تلاش پریدن. یکی یکی می پرند. جوجه آخر دیفهم بود ولی بالاخره پرید. گربه ها وقتی نخواهند شما کاری بکنید حریفشان نمی شوید. بیفایده است. در یک عصر ترافیک بار سگ همبازی خود را پیدا می کند. او بسیار پایه و بالا هستش. هوملس‌های شوش در توهم شهرت بسیار دارند. یک گربه می تواند در همه جا باشد. آنها حتی در خواب هم یک جا بند نیستند و مدام جا به جا می شوند و یهو خود را می توانند جلوی دوربین بیاورند. این نژاد سگ ها بسیار گول زننده هستند. آنها بعد از هر دور چرخش کره زمین رشد می کنند، جوری که عمرن بتونید بغلشون کنید. مراقب دیسک خود باشید. این طول سگ بازی گوش چیزی را در آب انداخته و به پدر خود اصرار می کند بیاوردش. اما پدر نمیخواهد او بفهمد که شنا بلد نیست. سگ‌های پاکوتا آرزویشان پریدن روی مبل است. او نمیتواند بپرد تا اینکه صاحبش چیزی به او نشان میدهد تا اراده سگی خود را رو کند. این گلدن هیز چیزی را به دست آورده است که عمرن آن را ول کند و صاحبش کیف میکند. طول سگا علاقه‌ای به دیدن کارتون ندارن. او منتظر است صاحب لنده هورش بیاد و او را بیرون ببرد. امیدوارم تا اینجا از دیدن این راز بقا مثل این هاسکی لذت برده باشید. در دنیای انسان‌های اخیر شوخی با حیوانات فراگیر است، ولی این سگ نمیداند هنوز. تا یه روز مسابقات اسکی سواری است. این طول سگ باهوش خود را بسیار آماده نشان میدهد و لبخند او بسیار پرمعنی است. آنها نمیدانند در سال 4 خشکسالی هستیم و مدام با آب بازی میکنند. وقتی بفهمند راه آب کجاست دیگر کم مصرف نمیشوند. او نمیداند با یک انسان طرف است. هرچه پارس کند او بیشتر اذیت می شود. صاحبش کرم بزرگی درونش نهفته است و سگ در سکوت با بیشوری او مبارزه می کند. همچنان مبارزه می کند.